که یک شپلاق آبدار از معلم خوردی. اونجا که مادرم زیاد میگریست، در خونه زیاد آدم بود و من همون حالت احساس کردم که یعنی که من از چیز از این پس از چیز دشواری میکشم. من نه اونقدر درک احساس داشتم که مکتب اینترنت چیست و با مصلحت همین چند نفر همکاران پدرم با مادرم که مصلحت کرده بودن در صنف 2 بودم، در صنف 2 میخوندم. من رو با مکتب اینترنتی رقم 1 نوحیه رودکی سپردن. وقتی من بر آنجا رفتم گویا که همه درباره من گپ زده ایستادن که وی صغیر است، گویا که همین گونه هر نفر هر گونه نگاه میکردن. بسیار دشوار بود برای من. ما نداشتیم همومی که مثلا آوازی کنیم، مثلا برای تازه آزادانه نگاه داشتنی، یعنی که بدنی خش. ساعت 5 بود پدیا میگفت معلم همه را از خواب میخیزان. اگر که همون رخت خوب است که اگر که کم ترک ناجا جا به جا گذاری مثلا همون ادیال رو، اینه که یک شپلاق آبدار از معلم میخوردی. من قریب هر سحر شپلاق میخوردم. نهاری ما چگونه بود؟ نهاری ما اینه که کساک نان بود، مایده خورد بود و مثلا ما چای بسری نمیخوردیم. شاید که مادر من مبلغ نداشت که مثلا رفته من رو از مکتب اینترنت به خانه بیارد. یعنی که همین 86 نفر یتیم کل یک نیم یتیم بودن نفری که مثلا پورا یتیم بودن. یعنی که اون نفران رو بیبیشون یعنی که با مکتب اینترنت میآورد. بودن نفری که لباس نداشتن پوشند. از اون نفران من هم بودم. از بیناهای بلند اشونه میرفتم و بلند میگفتن که شیر دبین. مثلا از شیرای همسایه‌مان رو طول 3 روز میفروختم، 1 روزش رو خودم میگرفتم.